تخت جمشید پارسه، پرسپولیس، پرسپولیس، 1000 ستون و یا 40 منار که در شهرستان مرودشت در شمال استان فارس قرار داره، نام یکی از شهرهای باستانی ایرانه که طی سالیان پیوسته پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشی بوده. بنیانگذار تخت جمشید داریوش بزرگ بود. البته پس از اون پسرش خشایارشا و نوه‌اش اردشیر یکم با گسترش این مجموعه به بزرگی اون افزودند. تخت جمشید بر روی صفه یا سکوی سنگی که ارتفاعش بین 8 تا 18 متر بالاتر از سطح جلگه مرودشت واقع شده. وسعت کامل کاخهای تخت جمشید 125,000 متر مربعه. یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید اینه که نسبت ارتفاع سردرها به عرض اونها و همینطور نسبت ارتفاع ستونها به فاصله بین دو ستون نسبت طلاییه. معماری تخت جمشید به دلیل استفاده از ستونهای چوبی مورد توجه قرار گرفته. معماران تخت جمشید فقط زمانی از سنگ استفاده کردند که بزرگترین سروهای لبنان یا ساجهای هند اندازه‌های لازم برای تحمل سقف‌ها رو نداشتند. پلکان بزرگ شمال غربی 111 تا پله داره. بالای پلکان‌ها بنای ورودی تخت جمشید یا دروازه ملل قرار گرفته. ارتفاع این بنا 10 متره. این بنا یک ورودی اصلی و 2 خروجی داره که امروزه بقایای دروازه‌های اون برجاست. بر دروازه غربی و شرقی طرح مردان بالدار و طرح 2 گاو سنگی با سر انسانی حجاری شده. کاخ آپادانا از قدیمی ترین کاخهای تخت جمشیده که این کاخ به فرمان داریوش بزرگ بنا شده. برای برگزاری جشن‌های نوروزی و پذیرش نمایندگان کشورهای وابسته به حضور پادشاه استفاده می شده. این کاخ توسط پلکانی در قسمت جنوب غربی اون به کاخ تچرا یا کاخ آینه ارتباط پیدا میکنه. کاخ آپادانا از 72 ستون تشکیل شده که در حال حاضر 14 ستون اون پابرجاست. تچر یا تچرا به معنای خانه زمستانیه. این کاخ نیز به فرمان داریوش کبیر بنا شده و کاخ اختصاصی وی بوده. این کاخ یک موزه خط به شمار میره. از پارسی باستان گرفته در این کاخ کتیبه وجود داره تا خطوط پهلوی بالای ستونها. کاخ هدیش، این کاخ که کاخ خصوصی خشایارشا بوده در مرتفع ترین قسمت صفه تخت جمشید قرار داره. این کاخ از طریق 2 مجموعه پلکان به کاخ ملکه ارتباط داره. پلی‌ها از اینجا به عنوان کاخ مرموز نام بردن. هدیش به معنای جای بلنده و چون خشایارشا نام زن دومش هدیش بوده، نام کاخ خودشو هدیش میذاره. این کاخ در جنوبی ترین قسمت صفه قرار داره و قسمت‌های زیادی از کف از خود کوه. کاخ ملکه. این کاخ توسط خشایارشا ساخته شد و به نسبت سایر بناها در ارتفاع پایین‌تری قرار گرفت. کاخ ه یا کاخ اچ یکی از کاخهای تخت جمشیده که در جنوب غربی تختگاه و در غرب کاخ هدیش قرار گرفته. کاخ سدر، تالار شورا، دروازه شاهان، 3 دروازه، سدری یا کاخ مرکزی در مرکز کوشک شاهی تخت جمشید قرار گرفته. این کاخ توسط 3 درگاه و چند راهرو به کاخهای دیگه راه پیدا میکنه و از این جهت اون رو کاخ مرکزی و یا سدری میخونن.